سلام، پوریا هوجروی هستم، دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه شریف و میخوام بهتون نشون بدم چجوری یه PDA رو به یک گرامر تبدیل کنیم. در واقع اگه یه پوش داون اتوماتا داشته باشیم چجوری میتونیم به یه گرامر برای همون زبان تبدیلش کنیم. خب بدون اضافه وقت بریم سر اصل ماجرا. خب برای شروع به ما فرض کنید یه زبان ال دادن. ما این ال رو براش یه دونه پوش داون اتوماتا میکشیم، اینو به یه پوش داون اتوماتا ساده شده تبدیل میکنیم به اسم پیپرین و برای این یه دونه گرامر تعریف میکنیم. کارمون به این صورت خواهد بود. حالا فرض کنید که ال رو به ما دادن به این صورت. راستش رو بخواید این امتحان میان ترم خودمون بود که بهمون گفته بودن اینو به یک گرامر تبدیل کنیم. خب W چیه؟ W همه رشته‌هاییه که از A و B تشکیل شده به طوری که تعداد آها و بی های رشته با هم برابر باشه و رشته به B ختم بشه، یعنی آخر رشته B باشه حتما. خب چون که موضوع اصلی ویدیومون این نیستش که چجوری یه PDA بکشیم، من اینجا PDA رو براتون کشیدم و فقط اکتفا میکنم به اینکه توضیح بدم چجوری این PDA کار میکنه. اول از همه ما فرض کنید یه پشته داریم اینجا، یه دونه دلار ساین در انتهای پشته پوش میکنیم و به استیت Q1 میریم. حالا از اینجا از اول رشته شروع میکنیم به خوندن. اگه اول رشته A دیدیم میریم توی QA و اگه اول رشته B دیدیم میریم توی QB. حالا معنی QA و QB چی میتونه باشه؟ چیه در واقع معنی QA و QB؟ QA یعنی که اگه ما رشته رو از اول شروع کنیم به خوندن و تا یه جایی بیایم و تو QA باشیم، یعنی اینکه تا اونجا از اول تا اونجای رشته تعداد آها بیشتر از بیاست و برعکس اگه تو B باشیم یعنی تعداد بیا بیشتر از آهاست. طبق استقرامش رو ثابت کرد دیگه. وقتی ما با اولین عضو که آ باشه میریم تو QA، یه دونه آ داخل پشته پوش میکنیم و میریم تو QA. از اینجا به بعد هر آیی که ببینیم و از رشته بخونیم بریم جلو، مثلا فرض کن اینجاست ما اینو خوندیم، هر آیی که از اینجا به بعد ببینیم یه آی دیگه توی استکمون پوش میکنیم و همینجوری میریم جلو. ولی اگه توی همین QA باشیم و B ببینیم یه دونه آ رو پاپ میکنیم از استک. نکنید من اینجا یه دونه آ رو پاپ کردم وقتی B میبینم. اگه آ ببینم یه دونه آ پوش میکنم. میبینید اینجا این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه ما توی QA باشیم تعداد آهامون بیشتر از B هاست. ولی یه چیز دیگه هم هستش، تعداد آهایی که تو استک هست وقتی تو QA هستیم میشه مقدار تعدادی که آ بیشتر از بی هست تو رشتهمون. یعنی فرض کنید ما از اول رشته خوندیم تا اینجا تعداد آهامون 2 تا بیشتر از بی ها باشه، پس توی استکمون 2 تا آ داریم، یعنی 2 تا آ داریم و آخرش هم دلار ساین. خب بی هم به همین شکل دیگه، اگه تو بی باشیم به جای آ بی پوش میکنیم و تعداد بی ها هم نشون میده که چقدر بیمون بیشتر از آ هستش. حالا اگر که ما دیگه نتونستیم بی از این اگه تو QA باشیم یعنی اینجا و نتونیم بی بخونیم، یعنی چی؟ یعنی فرض کنید رشتهمون بیه ولی دیگه آی وجود نداره که ما بخوایم ازش پاپ کنیم، یعنی رشتهمون به انتها رسیده. یعنی چی؟ یعنی یه رشته داریم که آخرش یه دلار ساینه. یعنی چی؟ یعنی تعداد آهامون با بیامون برابر شده. گفتیم مقدار آهایی که تو استک هست میشه تعداد آهایی که از بی بیشتر بوده تو رشته. وقتی هیچی نیست یعنی چی؟ یعنی تعداد آ و بیامون برابره. پس اینجا ما یه دونه یال میذاریم که اگه علامت دلار ساین رو دید یعنی رشته‌مون خالی شده، یعنی که تعداد آها با بی ها برابر باشه، بیاد توی QF. QF یعنی چی؟ Q حالت قبوله، یعنی تعداد آها با بی ها برابره. این آخرش هم وقتی میایم تو QF یه دونه دلار ساین دوباره آخر رشته میذاریم، چون این همیشه باید باشه که ما بگی که آیا رشته تموم شده یا نه.
وقتی که تو کیو افیم دوباره اگه آ ببینیم میایم توی کیو آ یعنی تعداد آ بیشتره، اگه بی ببینیم میایم توی بی آ یعنی بی بیشتر. برای بی هم همینطور میایم توی استیت دیگه ای که اینجا یعنی که تعداد آ با بی آ برابره و دوباره از اینجا میریم به کیو آ و کیو بی که اگه تعداد آ بیشتر باشه یا تعداد بی بیشتر باشه. اما نکته کجاست؟ نکته اینجاست. من اینجا یه ذره خلوت کنم. نکته اینجاست که QF یه حالت نهاییه ولی QNF یه حالت نهایی نیستش. چرا همچین چیزی برقراره؟ به خاطر اینکه گفته که آخرین عضو رشته W B باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه ما از QA بیایم به حالت مساوی یعنی چی؟ یعنی اول آمون بیشتر بوده، یه تعداد آ بیشتر دیدیم، بعد حالا تعداد آ با بی مساوی شده، برابر شده. این یعنی چی؟ خب یعنی آخرین حرفی که خوندیم بی بوده دیگه، که با چیزی که رشته میخواد برابره، میخونه و مطابقت داره و برای همین حالت نهایی. اما QNF حالت نهایی نیستش. چرا؟ چون که به همین ترتیب، چون که تو QB هستیم ما یعنی تعداد بیا بیشتر بوده، بیشتر خوندیم تعداد بیا بیشتر بوده. حالا یه سری آ خوند یعنی آخرین حرفی که خوندیم تعداد آ و بی برابر شده باید حتما آ باشه، چون که تعداد بیا بیشتر بوده و حالا که مساوی شده پس آخرین حرفی که خوندیم آه، که اون چیزی نیستش که ما برای ما مطلوبه. خب پس این از PDA که طراحی کردیم. خب همونجوری که گفتیم رسیدیم به اصل ماجرا. اگه ما یه پوشدان اتوماتایی مثل پی داشته باشیم و از این بخوایم یه گرامر تولید کنیم مثل جی، اول از همه باید این پوشدان اتوماتامون رو ساده کنیم به یه پوشدان اتوماتایی مثل پی پریم و بعدش این پی پریم رو میتونیم به جی به صورت ساده و الگوریتمی تبدیل کنیم. اما این پی پریم چه ویژگیهایی باید داشته باشه؟ 3 تا ویژگی باید داشته باشه که اینجا براتون نوشتم. آن اول این که تنها و تنها یه حالت قبول داشته باشه که خب خدا رو شکر این پوشدان اتوماتایی که ما تو مرحله قبلی طراحی کردیم که این پایین براتون آوردم این ویژگی رو داره، یه دونه حالت قبول بیشتر نداره. شرط دو اینه که اگه این پوشدان اتوماتا یه رشته رو قبول کرد حتما باید پشتمون خالی باشه، یعنی اون دلار ساین آخرش هم نباید باشه. یعنی اگه ما تو QF بودیم باید حتما استکمون خالی باشه. این هم میتونیم به راحتی برقرارش کنیم. مشکلمون چیه اینجا ما چک میکردیم که اگه استک آخرش دلار ساین بود و داشت خالی میشد دوباره یه استک توش یه دونه دلار ساین توش پوش میکردیم و میرفتیم تو کیو اف حالت نهایی. خب اینو پوش نمیکنیم، این کیو اف این دلار ساین رو اینجا و به جاش این میذاریم. آره از اینجا به جاش این میذاریم و حالا از اینجا اگه خواست بره به یه حالت استیت دیگه بعد این دلار ساین رو دوباره پوش کنیم داخل استکمون. ولی فعلا این دلار ساین رو پوش نمی کنیم که وقتی به QF رفتیم حالت استک خالی باشه. و در حالت سومم که قانون سومم اینه که در هر یا هر حال تبدیل ما فقط میتونیم یا پاپ کنیم یا پوش کنیم، هر دوتاشو نمیتونیم بکنیم. یعنی اینجا از این نظرم مشکل داشت که ما داشتیم هم یه دلار ساین پاپ میکردیم هم یه دلار ساین پوش میکردیم و این نمیشد. بعد تو هر مرحله یه دونه پاپ کنیم هم یه دونه پوش کنیم. من حالا برای این مثال که بهتون میگم حالت تبدیل شدهش چیه، ولی در حالت کلی اگه بخوایم یه دونه پیو به پی پریم تبدیل کنیم به این صورته. آره به این صورتی که برای شرط اول که باید یه سینگل اکسپتینگ استیت داشته باشیم. اگه چند تا اکسپتینگ استیت داشته باشیم همشو با یالهای خالی به یه دونه وصل میکنیم، بنابراین در آخر یه دونه اکسپتینگ استیت خواهیم داشت. اگه اینکه برای این قسمتی که باید قبل از اینکه یه حالت قبول باشه استکمون خالی باشه، فرض کنید مثلا اومدیم تو Q0 و استکمون هنوز پره،
میایم چیکار میکنیم؟ میایم توی این قسمت از Q0 به خودش همه استک رو خالی میکنیم و با یه یال خالی به حالت قبول کیو پریم میریم. پس حالا توی حالت قبول کیو پریم دیگه همه استکمون خالی شده، چون که تو Q0 به خودش یال گذاشتیم که استک رو خالی کنه. و قانون دوم هم برقرار میشه. برای قانون سوم که صفحه بعدیه، آها، اینم این بود که نمیتونیم توی هر مرحله هم پاپ کنیم هم پوش کنیم. مثلا اینجا هم بی رو پاپ کرده، هم سی رو پوش کرده. اینا خب یه دونه استیت کمکی این وسط میذاریم، توی مرحله بی رو پاپ میکنیم، توی مرحله سی رو پوش میکنیم. یعنی دو مرحله یه دونه استیت کمکی میذاریم و قضیه برقرار میشه. خیلی کار سختی نیستش. خب اینجا ما هم این PDA مونو به PDA نرمال شده ساده شده تبدیل کردیم به این شکل که اومده اینجا. بکنیم من این قسمت سمت راستش رو پاک کنم که شما دقیقا ببینید چه تغییراتی اینجا ایجاد شده. تغییراتی که ایجاد شده یه دونه اینجاست که این دلار ساین رو پوش نکردیم تو استک و اومدیم از این حالت نهایی که Q8 گذاشتیم اسمشو شماره 8، اومدیم با یه یال خالی اومدیم تو 7 و اینجا دلار ساین رو آخر استکمون دوباره پوش کردیم. از یه استیت کمکی استفاده کردیم. بعد حالا خروجی های این دوتا یال که از QF خارج می شده رو اومدیم گذاشتیم توی شماره 7. اینجا هم همینطور. اینجا هم چون که یه دلار ساین داریم توی این قسمت و گفتیم نمیتونیم هم پاپ کنیم هم پوش کنیم، اومدیم از یه دونه استیت 5 کمک گرفتیم که توی مرحله هم پاپ کردیم، توی مرحله پوش کردیم. پس اصلا چیز سختی نبود. پس ما از پی اومدیم به پی پریم رسیدیم. خب در انتها هم که پی پریم رو فرض کنید داریم و میخوایم ازش گرامرمون رو بسازیم دیگه. فرض کنید این پی پریم رو داریم، میخوایم گرامر رو بسازیم. توی سه تا قانون کل گرامر ما ساخته میشه از پی پریم. قانون اول چیه؟ میگه به ازای همه پیا که پی عضو کیو باشه، یعنی به ازای همه استیت هایی که توی پی پریم وجود داره، آی پی پی به اپسیلون میره. یعنی اینجا ما توی مرحله قبلی که اینجا داشتیم 8 تا استیت داشتیم دیگه، درسته؟ بذارید من اینو اگه میتونم کپی کنم بریم صفحه بعد. بله ما 8 تا اینجا استیت داشتیم. پس میگیم که از همه استیت های پی و پی باید به اپسیلون بریم. یعنی از A11 میریم به اپسیلون، A22 میریم به اپسیلون، A33 میریم به اپسیلون و A88 میریم به اپسیلون. پس تا اینجا مرحله اولمون خیلی ساده و روون انجام شد. مرحله بعدی چی میگه؟ میگه قانون دوم. میگه به ازای هر ستایی پی و کیو آر که توی استیت های پی پریم باشن، آی پی آر مساوی آی پی کیو و آی در آی کیو آر. میبینید اینجا این کیو مشترکه و این پی رفته به آر، اینم پی رفته به آر. پس اینجا هم همین کار رو انجام میدیم. میگیم که همه زوجها رو باید بنویسیم. یعنی چی؟ چون ما 8 داریم، بعد از A1 تا A11 تا A18 بنویسیم، همینجوری تا A18، دوباره از A21 تا A28 بنویسیم، A31 تا A38، A81 تا A88. فقط چجوریه تو هر مرحله؟ فرض کنید A11 از A11 نکنیم گفتیم A11، فرض کنید این P این Qه. بعد یه عضو میانی اینجا پیدا کنیم، هر چی که دلمون میخواد توی استیتا، که اونم همینجا بذاریم و دوباره به 1 بره. یعنی استیت های میانی حذف بشن. اینجا میتونیم از 1 تا 8 هر چی بخوایم بذاریم دیگه. نکنید هم 1 گذاشتیم، هم 2 گذاشتیم، 3 گذاشتیم، 4، 5 تا 8. A1 رو ببینید اینجا 1 گذاشتیم، 2 گذاشتیم، 3 گذاشتیم و همینجوری الی آخر. پس مرحله دوم هم خیلی به سادگی همش نوشته میشه و اصلا سخت نیست. اما نکته توی قسمت سومشه، قانون شماره 3. قبل از اینکه قانون شماره 3 رو بگم، این نکته هم بگم که
متغیر شروعتون هستش آی پی کیو که پی استارت، پی حالت شروع و کیو حالت اکسپته. یعنی چی؟ یعنی شما اینجا گرامرهای 1 و 2 رو نوشتید و میگید که حالت شروعمون آ 1 8. چرا؟ چون که 1 حالت شروع تو اینجا، 8 هم حالت قبوله. پس آ 1 8 حالت شروع این گرامر مخاطب. ولی حالا قسمت سوم توضیح بدم. قسمت سوم میگه چی؟ میگه که به ازای هر تی عضو ترمینال ها، ببخشید هر تی عضو زبان پشته یا زبان استکمون، اگه پی با یه حرفی بره به کیو و تی رو پوش کنه و یه حالت دیگه مثل آر بیاد تو اس و تی رو پاپ کنه، اون وقت این رابطه برقراره. پس چی شد؟ پی اینجا رفت توی کیو، آ رو خوند و یه حرف توی استک مثل تی رو پوش کرد و آرم اومد توی اس و بیو خوند. نیا کن اینجا بیو خوند، آر اومد تو اس بیو خوند و همون تیو پاپ کرد. اون وقت این رابطه برقراره که نه پاک شد، که آی پی اس میره به آی کیو آر و بی. حالا توی مثال بریم براتون توضیح بدم. توی این مثال رو فرض کنید. پس ما میایم چی؟ میایم همه حروف زبان پشتمون رو در نظر میگیریم. زبان پشتمون اینجا چه حرفایی داره؟ یه دلار ساین داره، یه دونه آ داره و یه دونه بی داره. من اینجا دلار ساینش رو براتون کشیدم، آ بیش هم یه دونه آش هم با هم میکشیم و دیگه ویدیو رو به پایان میرسونیم. نکنید فرض کنید تیم بشه دلار ساین. باید تمام حالتهایی که دلار ساین پوش میشه رو یه جا بنویسید، تمام حالتهایی که دلار ساین پاپ میشه رو هم سمت راست بنویسید. الان استیت 1 میره به استیت 2 اپسیلون رو میخونه و دلار ساین رو پوش میکنه. 5 میره به 6 با خوندن اپسیلون دلار ساین رو پوش میکنه. 8 میره به 7 با خوندن اپسیلون دلار ساین رو پوش میکنه. یعنی مثلا اینو ببینید، 5 میره به 6 اپسیلون رو میخونه دلار ساین رو پوش میکنه. مثلا 3 میره به 8 اپسیلون رو میخونه دلار ساین رو پاپ میکنه. 3 میره به 8 دلار ساین رو پاپ میکنه و اپسیلون هم که میخونه. حالا چیکار میکنیم؟ برای هر حرف دیگه زبان پشت ایمون مثل دلار ساین هم باید همین کار کنیم. اون جاهایی که پوش میشه و اون جاهایی که پاپ میشه رو مینویسیم. بعد میایم دونه دونه اینا رو با هم در نظر میگیریم. یعنی میگیم که این با این دوتا باید در نظر گرفته بشه، این با این دوتا و این هم با این دوتا. برای مثال اولی با اولی رو در نظر بگیرید. میگیم که 1 میره به 2 اپسیلون رو میخونه. اینجا می‌نویسیم 1 میره به 2 اپسیلون رو میخونه، چون اپسیلون دیگه ننوشتیم. 3 میره به 8 اونم اپسیلون رو میخونه پاپ میکنه. اینم 3 میره به 8 اینجا هم یه اپسیلون داره. اینو در نظر بگیرید. 8 میره به 7 اپسیلون رو پوش میکنه. اونو اینجا نوشتیم. 8 میره به 7 با خوندن اپسیلون که این پشته. و اینو باید با جفتش در نظر بگیریم دیگه، هم این هم پایین. مثلا با پایینی بخوام در نظر بگیریم میگیم 4 میره به 5 اپسیلون رو میخونه. یا کنید 4 میره به 5 اپسیلون هم از این ور میخونه، چون اپسیلون دیگه نوشته نشده. و خیلی راحت دیگه. یه مثال دیگه هم از آ بزنم. فرض کنید تی زبان پشتمون آ باشه. اون وقت کجاها پوش میشه؟ یه دونه از جاهایی که پوش میشه رو اینجا بگیرید. مثلا اینجا 3 میره به 3 بی رو میخونه و آ رو پوش میکنه. حالا کجا پاپ میشه؟
آ. مثلا اینجا پاپ میشه 7 میره به 3 و آ رو میخونه و همون آ رو هم پاپ میکنه، آ رو پوش میکنه، ببخشید اینجا آ رو پوش میکنه، اینجا آ رو پاپ میکنه، جاشو برعکس نوشتم، اینجا آ 7 میره به 3 آ رو پوش میکنه، 3 میاد به 3 با خوندن بی و آ رو پاپ میکنه اینجاست، ولی فرق نداره. خب اینجا بس میشه که آ اینجا اول میگیم از 7 میره به آی 3 با خوندن آ، نکنید از 7 میره به 3 با خوندن آ. اینجا سمت راستش هم همینه، 3 میاد با 3 با خوندن بی، اینجا هم 3 میاد با 3 با خوندن بی، 3 میاد به 3 با خوندن بی و تمام گرامرها رو اینجوری میتونید بنویسید و تموم میشه دیگه. خب خسته نباشید، امیدوارم که مطالب مفید بوده و یاد گرفته باشید. راه‌های ارتباطی هم هست، اگه سوالی داشتید میتونید بپرسید، خوشحال میشم. نظری، انتقادی، پیشنهادی هم داشتید حتما به هم بگید. روزهای خوبی داشته باشید و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.